آرجون و ناروان وقتی هوا سرد می شود هر روز کارشان این است که به جنگ با رودخانه مقدس بروند. آنها و همکارانشان صبح تا شب تلاش می کنند تا کفهای روی رودخانه را آب کنند. روزانه چند میلیون لیتر فاضلاب خانگی و صنعتی وارد رودخانه یامونا یا جمنا در پایتخت هند می شود و به این علت این آبراهه یکی از آلوده ترین رودخانه های جهان به حساب می آید. این کفی که روی رودخانه یامونا مشاهده می شود نتیجه رها کردن فاضلاب‌های صنعتی کارخانه‌های ایالت هاریانا و دولت BJP ایالت اتار پرادش است. اما با وجود این دشمنی‌ها دولت دهلی برای حل این مشکل تلاش می‌کند و اقداماتی برای کاهش حجم این کف‌ها انجام داده است. با این وجود بسیاری از هندوها معتقدند که غسل در آب این رودخانه باعث رهایی از گناهان و نوعی توبه محسوب می شود. این رودخانه حدود 1400 کیلومتر طول دارد و از رشته کوههای هیمالیا در ارتفاع 4421 متری از زمین سرچشمه می گیرد. این رودخانه از چندین ایالت هند می گذرد و سرانجام به خلیج بنگال در شرق این کشور می ریزد. کف سفید غلیظ سمی در اغلب ماه‌های سال به ویژه در فصول سرد روی رودخانه ظاهر می شود. کفهای سمی روی رودخانه بهانه‌ای برای جدال احزاب رقیب در پایتخت شده است. केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को यमुना एक्शन प्लान के तहत इतना دولت مرکزی هند به دولت ایالت دهلی پول زیادی برای تمیز کردن رودخانه یامونا اختصاص داد، اما آنها نتوانستند از این بودجه استفاده کنند و تنها دیگران را متهم می‌کنند. مردم انتظار عملکردی بهتر در این زمینه دارند. کسی در سمی بودن کفها و آلودگی شدید رودخانه شک ندارد، اما عده‌ای با همینها می‌خواهند پاک شوند. قرار است در چند روز آینده هندو مذهبان برای انجام مراسم عبادی چاد پوجای خود به این رودخانه بیایند و داخل آن غسل کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.